پژوهشگران در لندن با استفاده از کراتین یک اصول درمانی را یافتند که سیر دندان را برقرار می‌کند. حالا اگر سیر دندان رفت دیگر برقرار نمی شود. برای همین باید راه درمانی را یابیم. شریف الشرقاوی از مؤلفان تحقیق در کالج سلطنتی لندن است. تحقیق آنها نشان داده است که آمیزش کراتین با آب دهان یک قبط محافظتی مانند به سر دندان می آفرد. سر دندان که از غذای ترشیدار، نگاه بینی نامناسب و یا پیری فرسایش می یابد دیگر برقرار نمی شود. با استفاده از کراتین ما توانستیم پوسیدگی دندان را در مرحله اولش نگه و از بین رفتن آن را بازداریم و آنچه را که هر روز فرسایش می یابد دوباره بسازیم. به قول پزشک، پوشش کراتینی پوسیدن دندان را در مرحله اول باز می دارد، حساسیتش را کم می کند و سیر آن را مستحکم می کند. برخلاف رزین های دندان پزشکی، کراتین را می توان از پشم و یا موی انسان حاصل کرد. کراتین در پشم گوسفند، موی انسان، پر، ناخن و سوم حیوانات است. اینها یک نوع پسمانده به حساب می روند. ما می توانیم اصلی ماده یعنی کراتین را از آنها به دست آوریم و از نوع استفاده کنیم که برای جمعیت ما سودمند باشد. راه نوی درمان دندان به آزمایش‌های بعدی احتیاج دارد تا کارایی آن ثابت شود. اما شریف الشرقاوی میگوید آنها با شرکت‌های دندان پزشکی مذاکره دارند و اصول نوی درمانی آنها قبول می شود. به قبل او محصولات به مثل گل و خمیره‌های دندانشویی‌های دارای کراتین تا 2 یا 3 سال دیگر به دست مشتریان میرسد. بیماری‌های دندان در سراسر جهان یک مشکل جدی است. به تخمین سازمان جهانی تندرستی 3.5 میلیارد نفر از بیماری‌های دهان و به خصوص دندان رنج می‌کشند که سبب درد و ناراحتی، تغییر چهره و یا حتی مرگ می‌شوند.